لطفا و حتما هر موقع ذهنت میگه یه کار دیگه ای میشد کرد، نپذیر، نمیشد کرد. کاری که کردی کاری بوده که کردی. به تمام دلایلی که تو اون لحظه اون کارو کردی، اگه 1000 بار برگردی به اون لحظه دوباره همون کارو میکنی. و این یه خورده از free will میگیره و موافقم که ما به اون اندازه‌ای که فکر میکنیم اختیار نداریم. خب پس اجازه بده زندگی اتفاق بیفته. همین زندگی رو زندگی کن. خوبه بده، بعضی موقع عاشق میشی، بعضی موقع فارغ میشی، بعضی موقع قلبت میشکنه، بعضی موقع پول از دست میدی، بعضی موقع یهویی اتفاق خیلی باحال میفته. همین زندگی رو زندگی کن. غرقش شو، کیف کن باهاش. ما مدام از بیرون داریم زندگیمون رو نگاه میکنیم، انگار این زندگی من نیست، این قرار نبود اینجوری باشه، چرا من اینجوری ام، چرا موهام اینجوریه، چرا صورتم اونجوریه، چرا بهتر نیستم، چرا مهربونتر نیستم، چرا موفق‌تر نیستم، چرا مامانم باید اینجوری باشه، چرا داداشم باید مریض باشه، چرا اینجوری. انگار این زندگی من نیست. این زندگی من خوب بد زشت زیبا به هم ریخته دیوونه خونه، اصلا این عجیب غریب، این زندگی من و همین رو زندگی میکن. تو میتونی همه اندازه ها رو نگه داری و آخرش عجیب ترین و بالا پایین ترین اتفاقات بیفته و بعد اون موقع حرف اینه که خب حالا این همه اندازه نگه داشتی که چی؟ و واقعا اندازه نگه داشتن به این شکل اتفاق نمیفته که من بدونم باید چی کار کنم. تو وقتی تو لحظه قرار میگیری بهترین کار رو انجام میدی.